رسیده باز هفته و روز کودک، هفته این فرشتگان کوچک. آهای پدر، مادرهای گرامی، یاد بگیرید گرمی و خوشمرامی. مهارت و شیوه بچه داری، روش داره نکات بیشماری. این نیست فقط بچه بیاری هر سال، بگی خودش بزرگ میشه به هر حال. این که فقط بچه رو سیرش کنی، توی خونه حبس و اسیرش کنی. حوصله کافی نداشته باشی، وقتی براش شما نذاشته باشی. گریه بچه که به گوشت رسید، گمان کنی گرسنشه اون شدید. شیرش میدی تا گریه اش تموم شه، شیر میخوره ولی تموم نمیشه. نیق میزنه، خسته و بیقراره، سینه رو اون ول میکنه یه باره. فکر میکنی شیر تو اندازه نیست، وگرنه این علت گریه از چیست؟ پا میشی و یه شیشه شیر میاری، یه نان یک فوری پیشش میذاری. از نظر بچه همین بهتره، چون شیشه نوک باریک و راحت تره. رغبت اون به سینه ات کم میشه و این برات موجب ماتم میشه. گریه بچه علتایی داره، هر بچه ای حال و هوایی داره. گاهی فقط تشنه آغوشته، برا صداش منتظر گوشته. یا جاش خرابه و میخواد تمیز بشه، یا سرما خورده و میخواد مریض بشه. تغذیه اشتباه میدی به بچه، چیپس و پفک یا پاستیل و کلوچه. بچه فقط 6 ماهشه مادر جان، معده کوچکش نداره توان. فرنی بده، حریر بادام خوبه، بهش نده ادویه و زردچوبه. پنیر و شیر گاو و کشک و عسل ضرر داره براش تو سال اول. تغذیه گر بدون اشکال باشه، مطابق سن خوب و نرمال باشه، غذاش بشه جذب بدن همیشه، دچار اختلال رشد نمیشه. قطره آده یا مولتی بده، آهن دادی پشت سرش شیر نده. حوصله داشته باش و دقت بکن، در حق کودکت محبت بکن. حوصله داشته باش و دقت بکن، در حق کودکت محبت بکن. به قلم سمیه رضایی، اجرا زهره محمدی، ادیتور حسین حاج رضایی، سردبیر سلمان هاشمی. تقدیم به تمامی مادران ایران زمین.